وقتی مهد کودکی بودم توی آپارتمان زندگی میکردیم و یه راهروی طولانی داشت. خانواده دوستم هم توی همون ساختمون زندگی میکردن و همیشه با دوستم بازی میکردیم. من، مامانم، دوستم و مامانش اغلب اوقات با هم بودیم و میگشتیم. یه روز صبح خیلی زود مامان دوستم مدام یه صدای آزاردهنده از بیرون درشو میشنوه. خلاصه پا میشه و میره بیرون و در کمال تعجب میبینه که فرشته مرگ اونجاست و داره توی راه رو میخزه. 4 دست و پا هم هی به عقب و جلو میرفته و اون صدای آزاردهندم صدای لباس سیاهش بوده که روی زمین کشیده میشده. همسایمون از ترس جیغ میزنه، ولی اون بدون اهمیت همونجور آروم به سمت در میخزید و بالاخره بیدار میشه و میفهمه که همش یک کابوس ترسناک بوده. روز بعدش خیلی میترسه و برای همین با مامانم پیش یه جادوگر میره. وقتی کابوسشو برای اون جادوگر تعریف کرد، اون با صدای سرد و ترسناکش بهش میگه پسرت به زودی میره و هیچ راهی هم برای نجاتش وجود نداره. تو نمیتونی سرنوشت رو عوض کنی. همسایمون وحشت زده و عصبانی سریع از جاش پا میشه و بعدش جادوگر به مامان من میگه ولی پسر تو هیچیش نمیشه و در امانه. خلاصه هر دو ناامید و دست خالی از پیش جادوگر برمیگردن. چند روز بعد ما 4 تا داشتیم از بازار به خونه برمیگشتیم. وقتی نزدیک به ورودی آپارتمان رسیدیم، دوستم سری دویدیم داخل و گفت دستشویی داره. من چشم به وانت میوه فروش افتاد که گوشه پارکینگ آپارتمان بود و دویدم سمتشو. به مامانم التماس کردم که برام میوه بخره. مامانم اصلا نمیخواست چیزی برام بخره و با داد به هم گفت که برگردم توی خونه. ولی من عجیب دلم هوس اون میوه ها رو کرده بود. واسه همین لجبازی کردم و نرفتم داخل و جلوی وانت وایسادم. دوستم که تازه رسیده بود خونشون سرشو از دیوار راه رو بیرون آورد و با صدای بلند گفت در خونه قفله. مامانش کلیدو از کیفش در آورد و دوستم هم سری اومد پایین و تا دوید سمت مامانش که کلیدو بگیره انگار اجلش رسیده بود. یه ون خیلی بزرگ از یه طرف دیگه اومد و محکم زد به دوستم. من درست اون لحظه رو یادم نمیاد، ولی میگن ماشین انقدر محکم بهش زده بود که کل بدنش رفته بود تو هوا و متاسفانه در جا فوت کرد. هنوزم فکر میکنم مرگ دوستم به خاطر خواب مامانش بوده باشه. ولی مامانم بعدش یه چیز شوکه آوری بهم گفت.